خداوندا، تو مقدس و متعال هستی. سپاسگزارم که مرا دوست داری. غمگینم که از احکام تو سرپیچی کردم و در حق تو گناه ورزیدم. سپاسگزارم که عیسی را فرستادی تا بر صلیب به جای من بمیرد تا اینکه او دوباره زنده شد. سپاس که او مجازات گناه را که من سزاوار آن بودم بر خود پذیرفت. من هم میخواهم راه تو را پیروی کنم و عیسی را نجات دهنده و سرورم سازم. سپاس که گناهانم را بخشیدی و راه را گشودی تا به حضور تو بیایم، تا ابد در پادشاهیت باشم. استدعا دارم تا روح القدست را به من ارزانی بداری تا با من باشد و راه تو را به من نشان دهد. باشد تا مرا قوت بخشد تا تو را با تمامی دل خود دوست بدارم، تا زندگیم مورد پسند تو باشد. روح القدس، ما شما را گرامی می‌داریم. روح القدس، ما شما را تجلیل می‌کنیم. روح القدس، ما تو را دوست داریم. روح القدس، روح القدس، ما به شما خوش آمد می‌گوییم. روح القدس، ما تمام وجود خود را به شما می‌دهیم. روح القدس، ما با تمام قلب از شما استقبال می‌کنیم. روح القدس، ما کاملاً به شما متکی هستیم. روح القدس، به ما بیاموز که چگونه با حقیقت در نام عیسی زندگی کنیم. روح القدس، از اینکه ما را معبد خود ساخته ای سپاسگزاریم. روح القدس، ما می‌خواهیم راحت ترین و مقدس ترین معبد برای اقامت شما باشیم. روح القدس، لطفاً ما را راحت ترین و مقدس ترین معبد برای خود قرار دهید. آمین. در نام خداوند عیسی مسیح. آمین.